ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کل بینندگان شبکه کلیدی اسرار با شما هستیم صدای امید. خب برادرای عزیز خواهش میکنیم تا آخر نوار گوش اندازین و حتما فکر عقیدتون را در کامنت‌ها نویسین. دیروز یک نوار کردیم در شبکه صدای امید درباره کرونا ویروس که در اونجا گفتیم که هر آفتی که بر سر ما میبیاید این هم از جانب الله است و کرونا ویروس گفتیم که قرآن یعنی که ویروس، قرآن که کتاب خودش است و حتما که خداوند این کتاب را نگاه می‌دارد. گفتیم که در همان دولت قرآن را سوزانده ایستادند و در چاه پرتافته ایستادند، در مسلکا برده پرتافته ایستادند. کرونا ویروس را خدا با آنها پهن کرد. هر بیماری، هر بدی و نکی که می‌بیاید از جانب خدا هست. ما همه در نظر داشتیم، بسیار در کامنتاری ها دیدیم که بسیار نویسیدند که نخود قرآن را ویروس گویی، ناузубиллох، گویا که ما قرآن را با ویروس تشبیه داده ایم. استغفر الله. بعد چندین نوارها شد که تو قرآن ویروس گفته، تو بی عقل هستی، تو فلان و فلان بیهمدان. باز میگوید که تو مردم گمراه کردی، یعنی که به همین گپی ما گفته که مردم گمراه شده باشد، گویا که یعنی که ما قرآن ویروس گفتم گویا که مردم گمراه شده باشد. ناузубиллох که مخشون میگیرن، ادین اکسپت رکلام میکنن مردم، میگه شما برادرو در اینجا استفکا مونین و دیگر کنین، این گمراهی نبوده است و مردم گمراه نمیکرده است و انا همین گپی ما مردم گمراه میکرده است. ما باز میگیم هر آفتی که میبیاد از جانب خدا هست. اگر فکر میکنن که از شبکه‌های اینترنتی ما بیخبر هستیم، ما الحمدلله چی خبرایی هست میدونیم درباره همین کرونا ویروس هم و درباره دیگرش هم همش با خبر هستیم که این از کدام سال است و برای چی است، چگونه است، چگونه نیست. نه که ما همه با فکر عقیده خودمان میگیم که ضرر یک خدا آوردگی، همین آفت خدا آوردگی. ایروی انا همین خیلی چیزایی که مثال در اسلامی بسیار میرسن، قرآن میسوزونن، در چاه مپارتویان و فلان و بهمدان میکنن، خداوند هم که ویروس پهن میکند. نخواه که ما تا این درجه را به ایمان باشیم که قرآن به هر چی مبادل کنیم. ما گفتیم که قرآن ویروس، یعنی که ویروسی قرآن خود یک کلام خدا است. قرآن یک کتاب خدا است. خداوند وقتی که کتاب خودش نظاره کرده نمیخه ویروسی که قرآن میزنه شخصیت را دیگر دواش نمیآورد. یعنی که ما گفتیم که قرآن ویروس یعنی کرونا ویروس بسیار به هم دیگر مانند هستند. باز گرفته است کرونا را پریود کرده است و تاج گفته و میگه که تاج با قرآن برابر کرد. ناузубиллох. این به عقلی شخصیت خش نشون میدهد. باور بکنین. همین قبا همگیتون میرسونم که از سبب خب کردن من به خاطر خدا خب میکنم، نمیخوام یک کس پس زنم و سیاه کنم. اگر عیبی را بکنم چی عیبی نداره، نه که من عیبی کسی را نمیکنم. او انتظار هستن که ما یک خطایی در یک جز سر زنیم برای اونها یک نوار شود و مبلغ به دست بیارن. تنها همین است. مردم نمیفهمند، بلوگرها خودشون میدونن که با کدام نیت نوار میکنن، نه که مردم نمیدونن. نه که خداوند همه را هدایت کنه. نخواه که با یک کلمه گپی ما گفته که مردم گمراه میشد است، ادین اکسپت و فلان و بهمدانش رکلام میکردین، قیمرو رکلام میکردین، مردم گمراه نمیشده است. فقط خود سفید کنی. ما به عقل اونها به عقل، اونها بسیار خوندگی، مکتبای عالی خوندگی، به همین مکتب میانه هم خوندگی باشیم. الحمدلله از همین خیلی تو بری به فراست، همین خیلی تو بری به سواد جاهل فهمایشم سازه. الحمدلله. فلان کارتینکا را برآورده است که از همین کارتینکا گپ زده. البته من گپ زدم، من نمیگم که گپ نزدم، من او را دیدم، من همون پریوچه گپ زده هستم. نه که کرونا ویروس ما این فکر عقیده اسلامی ما است، فکر عقیده ما است که کرونا ویروس گفته که ما چیزی که گوییم از جانب خدا است، به سبب همین قرآن را در آتش و در چیزا میپرتوه، خدا هم که ویروس هم میبیاره. یعنی با گفت خودش که او ما را گپ نشان داده است، یعنی که ما بخبر بودیم، بی سواد بودیم، دیگر نه برادر جان. او یعنی که خود را در بین مرد، در بین شما با سواد حساب کرده است، با سواد و با فهمیش و نخو همین قدر اینترنت موندگی ما همون چیزایی که سایت شما استفاده می‌بریم ما همون چیزا رو ندونیم. نخو همین خبرایی که تو گپ میزنی اورا ما ندونیم.
ما الحمدلله همش میدونیم. این نیتی ما کرونا ویروس گفته سبب انا همین قرآن‌ها در دنیا چاه پرتن. انا همین سبب گفتم که خدا انامخل ویروسی قرآن کی پرتو خدا انامخل ای قرآن ویروس نشون میده که میبینن که ویروس چگونه هست. خود میدونین که کی هست که در زیدم نوار کرده است. خدا هدایتش کنه. من نامشم نمیگیرم. اما با فکر عقیده هیچ کس کار ندارم. الحمدلله چیزی که میکنم فکر عقیده خودم گام میزنم و الحمدلله چیزی که کردم برای فایده ملتم است، برای پیشروی جامعه است. ان شاء الله من کاری نمیکنم که مردم با گمراهی رود. ان شاء الله که خطا انسان به خطا نمیشد. کلی بنی آدم خطاون، هر یک انسان خطاکار است و ان شاء الله که خطا کردیم باز عذرخواهی میکنیم، بخشش میطلبیم و از خدا هم توبه میکنیم که خدا ما را ببخشد. هر کس به خطا نمیشود ان شاء الله. لیکن راستی من در یک چیز حیران هستم که نوار نمییابند، میخیزن این همه خیلی نوارو میکنن که میدونن که از این تماشابین خوب میگیرد دیگر. راستی من بیزارم همه انتیویروس شمو همین دیگر شما کاری هم ندارم. اما ما فکر عقیده خودم برای مردم گفتم که بدونن که با اسلام بازی کردن نمیشود، با قدرت خدا بازی نمیشود، با قدرت خدا شوخی نیست. این چیز قرآن را به هر واسطه تحقیر کرده و دیگر خدا نمی ویروس میتید. من میگم بازم میگم که انامین ویروس قرآن است. ویروس قرآن است که به همین که بفهمن که قرآن چگونه ویروس سر میتید. باور بکن. مثال بگی که قرآن آتش بزن، خدا چخه نمیزنه تا؟ خدا چخه ویروس پیدا نمیکنه که تو نیست و نابود شوی؟ کتاب خدا را، سخن خدا و رسول شده آتش میزنی و در partovҳо мепартояд. бозам мегум خداوند ديرگیر و سختگیر است. خدا به بعد مهلت میتید، نکیم که دیرم که گیرست چونان سخت میگیرد که دواش نمیابی. و الحمدلله چیزی که کردیم خطا میدونین. و همون قول بچه ها رو گفتم که نویستین که سلامت باشیم، ما یه چیزا میدونیم. ما میدونیم که آفت از آن همین سبب ها رخ میدهد. ما همه دونستیم که این ویروس از کی پیدا شده است، چی پیدا شده است. باز هم میگم که وایو هم خیلی میشینن، فقط میشینن گوش میکنن در اینترنت کی خطایی میکنن، در آدم میخیزه یک شیطان اکبر این الله هدایتشون کنه. ما یگان چا بعد نمیبینیم هرچند در زیدم نوارها هم میکنن. ما این روز سم کار میکنم، این روز پاتیچ زیاد میکنم، این روز پراس موتور میگیریم. گفته این ای سببه. ما دعا میکنیم که خداوند این خیلی بیماری را با کلی مردم مسلمان نزدیک نکند و این آفت ها را از مردم ما نیست و نابود کند و وطن ما را بازم آباد و آزاد نگه بدارد. ما همیشه دعاگو هستیم و خداوند کلی مهاجران دور وطن را نگهبان باشد، با سری بلند با دستی پر به نزد پدر مادر همسرانشون بر بگرداند. هر جای باشین سلامت باشین. در آخر میخوام یک چیز دیگر را با شما برسونم. شخصانی که میخوام بلیت خریداری نمایند، همین برادران رقماش زنگ بزنین، بپرسین نرخ نوای بلیت از کجایی که میپرسین، باز از همین برادران بپرسین. ان شاء الله که نرخ ارزان است، به یگون فری بفند است، حاجی است، قاری بچه است، جا مکان شگالتو میزنه، حتی میتونین براین ای پیش ای همین برادر بخرین. خب با طریق الکترونی میخرین، خب از نزدیک شما با نرخ ارزان انا همین رقم ها دسترس کرده میتوانین. به یگون شبهه. خداوند یار مددگارتون باشه، در حق ما با دعا باشین. خداوند هممون هدایت کنه. دلی من واله و شیدای محمد باشد، سری من خاکی قدم های محمد باشد. دلی من واله و شیدای محمد باشد، سری من خاک قدم های محمد باشد. این تنی خاک من به رخی و زنده مباد، جان فدای قد و بالای محمد باشد. این تنی خاک من به رخی و زنده مباد، جان فدای قد و بالای محمد باشد. جبریل بود که او صدر نشینی ملکوت، در فراق رخ زیبای محمد باشد.
جبریل بود که صدر نشینی ملکوت در فراق روح زیبای محمد باشد. ماه و خورشید به خاک در او سجده نمود.